چون دوستان گرامی نوارهای دسته منتخب ازبکستان خیلی دیرتر به ما رسید، این وخوری دسته منتخب ازبکستان رو با سنگاپور میبینید که این بازی هم یکی از بازی‌های سرگل مرحله انتخابی جام جهان است. جلال‌الدین مشرفов در دقیقه ششم توپ را به ثمر رسانید و دسته منتخب ازبکستان را به صف پیش برآورد. این بازیگر بسیار هم عالی بازی میکرد و توانست در مورد دیگر هم باز یک توپ دیگر را از نزد دروازه بگیرد و ببیند که دروازه‌بان در کجا است و در دقیقه 34 گل دوم را زند. این دوبل جلال‌الدین مشرفов با فوتبالبازان دسته منتخب ازبکستان باز بال تازه برآورد و آنها پیوسته در مقابل سنگاپور هجوم‌های برق‌وار خود را تشکیل می‌کردند. نهایت خطای محافظتگران هم اینجا خیلی زیاد به چشم رسید. در نظر دارم خطای محافظتگران دسته سنگاپور را و در دقیقه یکم وقت اضافه شده الدار شامرودوف هم با زدن گل خود امکان یافت و این توپ رو که حالا ما و شما می‌بینیم از بین سه محافظتگر به طور دروازه روان کرد. یکی از شناخته‌ترین فوتبالبازان دسته منتخب ازبکستان عادل احمدوف هم در این وخوری گل خود را زد، یعنی سهم خود را بیشتر رساند. دقیقه 50 قسم دوم است و فوتبالبازان دسته منتخب ازبکستان باز برتری خود را بیشتر کردند. 4-0 و در نقطه های دیگری که ما حالا خواهیم دید باز یک گل دیگر هم به قید گرفته شد و آن همچون خود گل بعد هجومی دسته منتخب ازبکستان به قید گرفته شد. اینجا بعد با سرش رسیدن توپ احمد توپ را به دروازه خود روان کرد و دروازه‌بان آنها محدود نمیتوانست که این توپ را برگرداند. بار دیگر ببینید اینجا باز همان عادل احمدوف است که این گل را به بار آورد.